یکی از مردکار بازارهای دوشنبه همه روزه ده نفر برای پیدا کردن شغل این جامعه آیند. 100 متر دورتر از مردکار بازار برای خواهشمندان جای کار پیشنهاد کردند. ده ها شغل در نیرگاه راغون، شرکت های خصوصی و مقامات دولتی، اما طلبات چندان زیاد نیست. برای شمس‌الدین خالف رانندگی در نیرگاه راغون پیشنهاد شد. 20 روزی کاری بوده است. معاشش خیلی نه، جای خوب همونجا. همه حسابی تعمیراتی همونجا. اکثر کارجویان در اینجا یک سوال دارند. مسئله معاش، شرایط کاری چند ساعت؟ 8 ساعت. البته برای 8 ساعت 1170 سوم این کم. برای همین مراجعت میکنن و کم میگیرن. مسئولین گفتند این معرکه را مخصوص به نزد مردکار بازار آوردند تا این نفران جای کار یابند، اما مردکاران به یرمرک چندان توجه ندارند. برای رو نازنگ میزنی میگم ما کار نمیگیریم، کاردار نمیگیریم. دلاور پیشتر به یرمرکه ها مراجعت کرده است، حالا دیگر نمی رود. تو خیلی خونه در شهر باشه، مقصد جای خوب باشه، مثلا جای خوبش چی باشه، شرایط مستعد باشه خیلی میشه. بعد 10,000 با 1,500 کیو کار میکنه در تویش. ماهانه از اینجا چقدر میابه؟ در ماهانه میغلطه در 2,000 3,000 میوی. ابیوم شو. عبادت میته جای خود میته، همه شما میته شرایط سخت بودنی که شرایط کارهای کارخانه دولتی است. بیکاری یکی از دردهای اساسی جامعه تاجیکستان است که هزاران نفر را مجبور به هجرت میکند. مقامات برای تامین مردم با شغل هر چند وقت چنین یرمرکه ها تشکیل میکنند، اما دیده می شود که کارجویان به آنها توجه زیاده ندارند و میگویند معاش بیشتر میتواند آنها را به این کارها جلب کند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.